خب دوستان، در این جلسه قبل اینکه ورود پیدا بکنیم به احکام استرولوژی، احکام نجومی و چرایی و چیستی چارت و چگونگی جایگیری کواکب و یا بروج 12 در چارت، خب ما موظف هستیم که صحبت این جلسه رو در خصوص تنظیمات نرم افزارهایی که قرار از اونها استفاده بکنیم رو صحبت بکنیم تا برای دوستان یک ذهنیت جدیدی بشه و با این تنظیمات پیش بریم. خب ببینید، بعضی از نرم افزارها، حالا من البته این جلسه رو با نسخه دسکتاپ تشتر دارم ضبط میکنم. ممکنه برای دوستان که اول سر عرض کردم که تشتر اندروید رو از بازار نصب بکنن و یا Z9 برای دسکتاپ های خودشون نصب بکنن و یا اگر در دسترسشون هست از تشتر استفاده بکنند. نفرات بتونن از طریق این تنظیمات نرم افزار خودشون رو با ما رست بکنند تا اینکه بتونیم آموزش هامون رو بر این اساس ادامه بدیم. خب نرم افزارها اساساً از یک طول و عرض جغرافیایی استفاده میکنند که البته مختصات من برای شهر تهران تنظیم شده، منتها تنظیماتش رو خودم تغییر دادم برای یک طول و عرض خاصی از یک منطقه کره زمین. خب که حالا این رو در جلسات بعدی تغییر خواهم داد، یعنی این جلسه رو صرفا دارم ضبط میکنم که تنظیماتش رو با هم دیگه یاد بگیریم. خب پس برای چارت ترسیم کردن در نرم افزارها یک نیاز به تاریخ داریم، نیاز به یک ساعت، دقیقه و حتی ثانیه داریم که حالا زیاد روی ثانیه حساسیت نشون نمیدیم که حالا بحث چارتمون رو پیش بگیریم تا در جلسات آینده بیشتر در این خصوص توضیح بدیم. خب پس ما روز، تاریخ، سال، ماه و ساعت و دقیقه داریم و یک شهر باید انتخاب بکنیم. حالا شهری که در اون زندگی میکنید میتونه باشه و یا نسبت به زمان و تاریخ و مکان تولد یک شخص این میتونه متفاوت باشه. خب که در اینجا من این مشخصات رو در از جلسات بعدی برای خودم تغییر خواهم داد، چون که این مختصات خاص تهران نیست. با اینکه تهران نوشته شده ولی دستن خودم عمدن تغییرش دادم. خب به اختلافات زمانی دست نزنید، ساعت روشنایی دست نزنید که اینها نیاز به توضیحات آسترونومی داره که در فعلا دوره ما این صحبت ها رو نداریم، چون خیلی مباحث آسترونومی که باید به قول معروف روی اونها بیشتر صحبت بشه که از فرصت و سرفصله های گروه ما جداست این صحبت ها. اما یک صحبت دیگری دارم که بیشتر خواستم به خاطر این تنظیمات رو برای این جلسه ضبط بکنم و اینه که در نرم افزار تشتر یک گزینه وجود داره به اسم منطقه البروج که اینجا لاهیری نوشته شده و 24 درجه و 10 دقیقه و 34 ثانیه رو نشون میده. این یعنی چی؟ این همون بعد اختلاف کجی دایره البروج رو نشون میده که دایره البروج نسبت به افق کره زمین چقدر کجی به حساب میاد. یعنی نسبیتی که در جلسه کلیپ های گذشته با عنوان کجی دایره البروج در گروه قرار دادم، این همون صحبته. خب که از دید ناظر چقدر کج به حساب میاد. در اینجا ممکنه که ببینید نسبت به جایگاه شمس ممکنه که عقب‌تر نشون بده برای ما. فرض مثال الان شمس رو در برج میزان نشون میده، در برج هفتم از دایره البروج نشون میده برای ما. ولی وقتی تنظیماتمون رو روی تقویمی قرار بدیم، خب شمس رو در برج عقرب یا آبان ماه نشون میده برای ما. نشونگر ما یعنی حدوداً 24 درجه، عین همین درجه، دقیقه و ثانیه‌ای که اینجا در منطقه البروج لاهیری شما مشاهده میکنید، عین همون مقدار به جلو میکشه. این علتش اینه که
بعضن حدود بروج از لحاظ کجی دایره البروج کم و زیاد دیده میشه از لحاظ چشم ناظر زمینی و باعث میشه که ما فکر بکنیم که به این نتیجه برسیم که از دید ظاهری ما شمس عقب‌تره و این طبیعیه در این نوع محاسبات. حالا نسبت به صحبت هایی که در دوره های بعدی نسبت به اینکه محاسبات کوپلرینگ چیه و از چه نوع فیزیکی داره تبعیت میکنه که این نسبت به حرکتی که در مدار خودش، نسبت به گرانش ها، نسبت به سرعتی که داره طی میکنه مدار خودش رو، این موضوع رو بیشتر باز میکنه. یا از لحاظ ابعاد زاویه داری که چشم ناظر داره نگاه میکنه موضوعات رو یکم بازتر میکنه، ولی فعلا نیاز نیست که وارد این این داستان ها بشیم. پس ما از بخش تنظیمات خب قراره که دایره البروجمون رو تقدیمی قرار بدیم، چرا که تقویمی نیست صحبت که میخوایم انجام بدیم. دایره البروجتون رو تقدیمی قرار بدین، در واقع اینا شما رو لاهیری از تنظیمات لاهیری قرار بدین. ببینید اینجا سبکاها، علت اختلاف سبکا همین کجی دایره البروجه. حالا با اینکه در خیلی از اونها هست مثل سبک بیبی رامان یا سبکای دیگه ای هست که سیستم های خاصی دارن برای تفسیر خودشون خب، ولی اکثریت اختلافات بر سر اینه که این کجی دایره البروج چقدره خب. و این سبک ها اکثرا هندی و یا به قول معروف غربی هستن، یعنی هیچ سبک نجومی اسلامی شما در هیچ نرم افزاری نمیتونی پیدا بکنی و این ما رو به هدفمون نزدیکتر میکنه، ما رو پرشوقتر میکنه که از دوره های بعدی به نجوم اسلامی بپردازیم و برای اون هم لازم داریم که زیج داشته باشیم، علم هیئت بلد باشیم و آلت رصدی مثل استرلاب یا ربها یکیش رو داشته باشیم که بتونیم نسبت به چشم ظاهربین ناظر زمینی بتونیم خودمون رصد انجام بدیم. به تنظیمات خانه دست نزنید، همین پلاسیدیوس بمونه و میتونید که حالا زبان خودتون رو اینجا نسبت به نشانگر زبان سیارات و یا ستارگان اینجا تنظیم بکنید که براتون عربی نشون بده، انگلیسی نشون بده و یا فارسی نشون بده، که بنده به صورت پیشفرض از زبان عربی استفاده میکنم، چون اکثر دوستانی که در دوره ما تشریف آوردن و در دوره هستند اکثرا از علومات ریسماتیکی یا علوم غریبه تشریف آوردن که بیشتر با این الفاظ آشنایی دارن تا نسبت به اصطلاحات انگلیسی یا فارسی. خب پس این جلسه رو از بنده داشته باشید که قراره که در جلسات بعدی نسبت به تنظیمات که در چارتمون انجام دادیم یک توضیحات کلی در خصوص چارت ها، خونه ها، سیارات و بروج داشته باشیم که مقدمه‌ای برای ورود به دنیای احکام نجوم آسترولوژیه. موفق باشید.